مهم از بین برداشتن این موضوع است. شد آخر آقای پروکورور، چرا ما آرام نشستیم؟ مادامی که آنها برای ما چاه کافته ایستادند، ما هم باید زود عمل کرده آنها را به چاه خودشان کنده افکنیم. آقای پروکورور، خود رو به نادانی نزن جورا جان. اگر کسی عریضه نویسد و تو رو چون نقش جلب تهمت کند، پس تو رو دستگیر باید کرد. یا توبه، همه‌شان را دستگیر کرده دهان و بینه‌شان را شکنیم. خمیر بر این ملایی میشوند، عدالت تنتنه میکند. چخیر تنتنه؟ به احوال ما نگر. به من، به خودت، به ممدون نگاه کن. حالا این هیچ گپ نه. همین خیلی ششتن گیریم. روزمان از این بدتر میشود. بدتر سردارم. چند مراتب به تو گفتم ما از آنها فرق داریم. آنها جنایتکار، آنها قاتل. تو هم خیلی شدن میخواهی. چرا نشوم؟ میشوم سردارم. همسری من مرد، هم مسلکانم را کشتند و باز هم کشته ایستادند. سردارمون جانش رو به گرو ماند. قریب بود که او را از دست میدادیم. گویا ما نمیتوانیم سلاح بر سر مردم مانده از آنها گپ گیریم. نمیتوانید. برای همین به سرمون چنین بلاها میآید. این مسئله با نقشه و معلومات نویسی حل نمیشود. خدایا، پس چی خلال میشود؟ انا با این میشود دوستم. به سرش کی ماندی؟ چون بلبل به خواندن میدرآید. زنی که تو فراموشش کردن نمیتوانی، زنی که از جان زیاد دوست میداری، در اصل زنی آزان بوده. برای وسی پول داد و گریف میشنست. اگر عجلت رسیده است میکشم تو را. پارا میکنم. ریزه میکنم تو را. دیوانه نکن مرا شوهر. میکشم تو را. پلید میکشمت. به من نگاه کن پلید. تو را میکشم. پارا میکنم. ریزه میکنم. دیوانه نکن تو مرا. من تو را میکشم. پلید رزیل احمق. جورا جان شکار میکنی؟ ایست خبر تو میگویم. جورا جان نشان بدهم که داغدار کردن نام حلیمه چی معنی دارد. سرده دستم را میکشم. بس! با پروکورور دولت چرا حمله میکنی؟ من چونی شرمندگی را باری اول میبینم. همه شما اتون جواب میگوید. یک بار با من هجوم کرد. این را با وزارت میرسونیم. تفتیشات میبریم. کاری اف نشونده است. نه بلندی را میدانید و نه پستی را. این چی شرمندگی است؟ لازم باشد از وظیفه سبکدوش میکنیم. من زیاد صبر کردم مفتش. وظیفه را نه تو داده و نه تو میگیری. من این را با مهنتی حلالم به دست آوردم و آن را خودم با دست خودم میدهم. من به این شرف لایق نشدم. شما شخصی ارزنده را یابید. از من همین قدر.